این انتخاب بقای قبل از رشد، مثل زرتشتیان ایران که 1500 سال آتشون رو متعهدانه روشن داشتن. تعهد اون چیزی که امروز کسب و کاری که بقا میکنن پیدا بکنن. 18 سالم بود که به جای اینکه درس بخونم، یک سال قبلترش یک کانون تبلیغاتی زده بودم و با سرتق بازیم پیش دانشگاهی رفتم، با شیفت بزرگسال خوندم چون درس نخوندم. و این برای خانواده‌ای که دانشگاه رفتن براشون خیلی اولویت بود، خیلی زور داشت. و بعدها تجربه فریلنسری و کار پروژه‌ای رو انجام دادم تو همون سن، چون آژانس هم شکست خورد. 1 سال و خورده بیشتر کار نکرد. بعدن شروع کردم کار کردن، هر کاری مثل الان نشده بود خیلی تخصصا. شما فول استک آف everything بودی و توتال سولوشن آف everything، نمیدونستی اصلا تخصص چیه. یه پسر جوونی که توی 17-18 سالگی چیزی فهمیده و داره هی امتحان میکنه. و بعد سالها کار کردم، اضافه شدم به گروه گلدیران برای برندهای LG و بعد برند میدیا که الان اون موقع برند نوظهور بود، الان یکی از برندهای مطرح چینه که اسپانسر اصلی منچستر سیتیه. لاجرمانیا ایتالیا که گروه انتخاب رفت مدیرش رو هدهاند کرد روزی که من دعوتش کرده بودم ایران و با یه لیموزین مشکی دیدم مدیر کارخونه لاجرمانیا رو اومدن جلوی در مراسم برگزاری لاجرمانیا در ایران توی سازمان صدا سیما بردن. وقتی ما خداحافظی داشتیم می‌کردیم با ایشون بره، دیدیم یه لیموزین اومد، گفتیم از سفارت. بعدا فهمیدیم تکنوگاز تأسیس شد در ایران، ایشون هدهاند شد و دانش لاجرمانیا ایتالیا اومد. و بعد می‌خواستم از ایران برم. علیرضا صفاری کجاست؟ گفت و مثل همون صحبت علیرضا، همون اتفاق دلار، دارم راجع به اتفاقات سال 88 صحبت میکنم که شاید خیلی‌ها یادشون رفته. و بعد اتفاقات بعدش و من تصمیم گرفتم از ایران برم. و بعد با 3 تا آژانس تبلیغاتی قرار گذاشتم و از شانس خوبم هیچ تجربه قبلش با بابک بادکوبه نداشتم. به عنوان کسی که خودم مدیر مارکتینگ این سمت میز بودم و اینقدر خوش شانس بودم که تو زندگیم بابک بادکوبه وارد شد و به عنوان یک استاد و یه سرمایه گذار و یه حامی همیشه روی آیدیاهای من بود و موافقت کرد که ما یک SPO جدید، اون موقع که خدمات دیجیتال مارکتینگ در سال 91 خیلی باب نبود و حمایت کنه و سرمایه گذاری کنه و ریسکش رو بپذیره. برم سریع جلو، شدم عضو هیئت مدیره یک کمپانی خانوادگی و بعد شدم قائم مقام و بعد تصمیم گرفتم دیگه آژانس چیزی من براش ندارم، بهتر خودم رو از اون آژانس اخراج کنم. و اخراج من از اون آژانس این بود که باید برم یه سمت دیگه یه بازی بشینم، جایی که نه کلاینت نه ایجنسیه، جایی که میتونم یه کسب و کار رو خلق کنم از پلتفرم. و یه پیچی داشت میپیچید و دیدم نپیچم احتمالاً اتفاقات بدی برای زندگی خودم یا ذی‌نفعانم میفته و اون تغییرات جدی بود که پارادایم هوش مصنوعی داشت ایجاد میکرد و من میخواستم جزئی از این تغییر باشم و فقط تماشاچی اون تغییر نباشم. و این علت تأسیس بادکوبه اینویشن بود. یزد گفتم دیگه تو سرتون رو درد نمیارم، به یه استعاره رسیدم به نام قنات‌های اقتصادی و خیلی ازش استفاده میکنم. علیرضا گفت الان ما تو شرایط بقاییم، تو کویر مثل شیراز خیلی همه چی عشق و حالی نیست، بارون و این هوای خوب خشکه. و بعد اونجا 1500 سال پیش گفتم که قنات زدن، قدر آب، قطرات آب رو دونستن، ایمان داشتن. منم با علیرضا کاملا پشت دستش بازی میکنم و لایک میدم و میخوام مافیای بازی رو از این بازی خارج کنم که میخواد ما رو کلن مستعصل کنه از حرکت کردن
و این مافیا نمیخواد بذاره من حرکت کنم و من شهروند اتفاقا آگاه رو، نمیتونم بگم ناآگاه رو، دچار توقف کنه. و این قطره ها خیلی اهمیت دارن. اگه میخوایم بقا پیدا بکنیم، قدر یه استشمام میکنیم یعنی چی و بعد قدرش رو آدم میدونه. یا علیرضا اشاره کرد به اون داستانه، به اون داستان جذابه که فراتر از تاباوری بود. این یه انتخابه و انتخاب بقای قبل از رشد. و راجع به فریم ورک صحبت میکنم باهاتون که این فریم ورک اولین عنصرش کامیتمنته. وقتی در مورد خلق یک کسب و کار صحبت میکنیم یا اینکه اصلا خروج نکنیم از کسب و کار، تعهده. اینکه ما فردا صبح استعفا نمیدیم، سهاممون رو نمیفروشیم، باربندی رو جمع نمی کنیم که بریم. انگار یه ذره تعهد مونده که حتی اگه 4 تا چک و مشتم بخوریم موندیم. اون تعهد است که کسب و کار نگه می‌داره. مثل زرتشتیان ایران که 1500 سال یه آتش رو متعهدانه روشن نگه داشتن. تعهد اون چیزیه که امروز کسب و کارهایی که بقا میخوان پیدا بکنن دارن و این تعهد به خودشون باعث میشه که حتی میخوام بگم اون ایمانی که علیرضا راجبش صحبت کرد به وجود بیاد. من یه تعهد دارم به یه چیزی و اون تعهده یه وقتی زنده موندن خودمه. تعهد دارم به خودم و تعهد من به کسب و کار من چیه؟ چرا اصلا این کسب و کار رو نگه داشتم؟ من این دعوتتون میکنم به یه سوال در مورد اولین اصل این فریم ورک. فردا صبح که از خواب پا شدید به خودتون بگید اگر امروز آخرین روز زندگیتون باشه حاضرید تو اون کسب و کار بمونید؟ و برای چند روز پیاپی اگه جوابتون نبود حتما یه فکری برای خودتون بکنید. آیا امروز آخرین روز زندگیتون باشه حاضرید برای این کسب و کار وایسید؟ شما اگر جوابتون نه باشه چی جوری مخاطب توی عصر بقا باید با شما کامیونیکیت کنه و از شما بخره؟ کانال‌های ارتباطی. یه زمانی ما می‌خواستیم کاسبی را بندازیم، آقای روحانی بزرگوار قطعا بهتر از من میدونه، سرای ابریشم رو می‌خواست تأسیس بکنه، باید یه هزینه زیادی میذاشت تا تازه اونجا بشه سرای ابریشم، تا تازه اونجا رونق بگیره، تا تازه ببینه اون ایدهش که از جمع کردن این همه آدم این کاره حوزه فرش میشه یه بازار حرفه‌ای تخصصی در آورد، اصلا ولید میشه. قطعاً که ایشون متخصصه و شهودی و تجربه چیز، ولی اون نقطه، اون لوکیشن، اون زمان، اون بازار ولیدیشن میخواد، اعتبار سنجی میخواد. شما اساساً الان وقتی میخواید یک کسب و کار راه بندازید خیلی راحت کانال ارتباطی دارید. ما ببینیم اینو، مثل همون نفس کشیدن، مثل همون قطرات آب که برامون عادی میشه. شما امروز راحت میتونید تو همین اینستاگرامی که متاسفانه فیلتر همچنان و نمیدونم چرا، چون مهم بود که کی رئیس جمهور باشه و این اینستاگرام نباید فیلتر باشه، همچنان 600,000 کسب و کار اینستاگرامی وجود دارن که مهمترین رقیب دیجیکالا. نه آقای دکتر؟ چون ایشون مشاور دیجیکالاست میگم نه آقای دکتر. تایید میکنید؟ بعد و نکته دیگه، اسنپ، با سلام، تورو، شما قرار نیست هزینه‌ای پرداخت بکنید و اونجا یه غرفه‌ای داشته باشید و این کانال ارتباطی خیلی ارزشمندیه. نه؟ شما اگه می‌خواستید الان برید توی راسته‌ای که راسته‌ایه که پاخور بازار فرشه، حتما باید کلی هزینه میدادی که تو اون راسته شما هم یه غرفه‌ای داشته باشید دیگه، درسته؟ و شما الان میگید من مخاطبی هست که راسته آدمایی که آنلاین خرید میکنن و ما به این چیز عادی، من طبق پژوهش‌های خودم و مشاورهایی که کسب و کارا میدم میبینم اصلا
کانال‌های ارتباطیشون رو نساختن تو تمام اینا. و بدتر از اون، اصلا ساختن مهم نیست، یه دورانی بود ما خیلی ارتباط خطی داشتیم، بهش میگفتن سینگل چنل، یه کانال ارتباطی داشتیم. بعد شد مولتی چنل، یه حرفی میزدیم تو تلویزیون، یه حرفی هم میزدیم مثلا در بیلبورد، یه حرفی هم میزدیم در اینستاگرام. این حرفا اصلا به هم وصل نبود، مخاطب نمیتونست اینو درک کنه. امروز نمیخوام خیلی بحث و تخصصی بکنم، ما رفتیم سمت کراس چنل و اومنی چنل. سادهش کنم، ما الان میتونیم یک پارچه بکنیم تجربه مشتری رو. مهم نیست از چه کانالی با ما داره ارتباط میگیره، مهم که داره ارتباط میگیره و من چجوری میتونم کل این ارتباط رو یک پارچه کنم. فکر نکنه اگه داره با اینجا صحبت میکنه یه تیم دیگه است، یه شرکت دیگه است. وقتی از تلفن شما تماس گرفت اصلا هیچ کسی اینو نمیشناسه و نمیدونه که این کیه و باید تازه 45 دقیقه توضیح بده بابا من ازتون فرش خریدم، من از شما ماشین خریدم، من از شما اینو گرفتم و تازه باید با اون عصبانیتش توضیح بده کیه. در حالی که وقتی سیستم یک پارچه باشه، کال سنتر وقتی تلفن رو برداره که خیلی ساده است، با زیرساختایی بگردید زیرساختای ابری ارتباط با مشتری. خیلی هم بچه‌های خوب ایرانی تو همین شرایط بقا کسب و کارهای خوبی راه انداختن، هم برای CRM. دنبال واژه‌های فارسی به من گفتن زیاد انگلیسی صحبت نکن، کلاس نداره تو شیراز این موضوع. بعد سیستم ارتباط با مشتری در بستر نرم افزار. خب اینو شما میتونید بگیرید در بستر ابری با هزینه کم. خب این کانال‌های ارتباطی شماست، چه اونجایی که میخوای حس خوب ایجاد کنی، چه اونجایی که میخوای خرید ایجاد کنی، چه اونجایی که میخوای فقط آگاهی از برند ایجاد کنی. چقدر اینا وصله؟ سوال بعدی من از شما، اینا یک فعالی توش، دو اینا چقدر به همدیگه متصله، چقدر با همدیگه تو رقصن. شما رهبر ارکستر موسیقی خودتون هستید، چقدر رو نوت شما دارن اینا ساز میزنن، هستن یا نیستن؟ محتوا، یه کاری بکنید محتوای شما مثل عطر بهار نارنج مخاطبتون رو مست کنه. هر وقت اگه این کارو کردید مخاطب شما عاشق شما شده. قرار نیست شما 1 میلیون بار ویو بخورید، قراره که یه شیرازی که میدونه عفیف آباد کجاست و میدونه چه اتفاقاتی ممکنه توش رخ بده با اون محتوا ارتباط برقرار کنه. آخرین وضعیت شیراز این بود که چی؟ موهیتوهای سرخالی درخواستش رفته بالا. اینو من نمیفهمم ولی شیرازی میفهمه. نه؟ مدیر صفحه وضعیت شیراز اینجاست. خب اینو من نمیفهمم، وقتی این میگه برای شیرازی‌ها یه دنیا معنا داره. اصلا مهم نیست چند میلیون ویو میگیره، شیرازی‌ها میفهمنش و این جذابه و این خوردنیه. ولی شما اگه ویو میلیونی بگیرید حتی اون کالر هم ندیدید، اصلا این در این حده و شما این محتوایی دارید میدید که مال اون نیست. داری با یزد صحبت میکنی، داری با تهران صحبت میکنی، تکلیفتو روشن کن، با کی داری صحبت میکنی و محتوا مال کیه و برای چه مدیومیه. شبکه ارتباطی شما باید یک پارچه باشه دیگه. چیزی که در اینستاگرامتون گفتی تو سایتتون هم گفتید یا اصلا اونجا یه دنیای دیگه است، اصلا گردن نمیگیره که شما قسطی هم میفروشید. کانورژن. راجع به محتوا 2 تا عدد بدم، عدد ما دوست داریم. وقتی شما هاب اسپات بود، وقتی شما محتوا رو بومی میکنید، مؤسسه هاب اسپات 35% مردم با اون محتوا و اون کسب و کار ارتباط بیشتری میگیرن. راجع به کانورژن یه تحقیقی شده بود، فکر میکنم مکنزی بود، مکنزی بود و میگفت در نقطه خرید اگر شما فرایندهای پرداخت رو شیوه‌های مختلفی براش ببینید و نگید خب بخر دیگه پول بده،
براش پروتکل‌های مختلف و راه حل‌های مختلف رو ببینید، تا 35% تا 40% خرید اونجا تبدیل میشه. یعنی اساساً مخاطبی که اومده دم در و میخواد بخره رو یه کاری کنی بخره. امروز بای ناو پی لیتر یا الان بخر بعداً پرداخت کن خیلی ساده تر از این شده که یه زمانی طرف باید چک و سفته و نمیدونم بره حساب بانکی باز کنه. اینا 2 تا کلیک میکنه، یعنی اونجا درگاه پرداخته، به جای اینکه بزنه پرداخت آنلاین میگه من پرداخت از اعتبارم میزنم یا منو اعتبار سنجی کن. ما یه وقتایی همین قطرات ساده‌ای که منابع و ریسورس‌های محدودمونه برای شرایط بقا قدرشو نمیدونیم و میتونیم ازش استفاده کنیم. مشتری تصور نکنید که اگر با کسب و کار شما ارتباط برقرار کرد قراره بره تو یخچالش اون بالا بنویسه من یادم باشه برم این رستورانه مثلا شامی برم، یا تو بوک مارکاشون که ماشاءالله ذخیره میکنن من اینو میخوام بخرم، هیچ وقت به اون بوک مارکا بر نمیگردن تو اینستاگرام. شما میتونید اون لحظه اونو قانع کنید همون لحظه از شما خرید کنه. شما میتونید گلوگاهاشو بردارید راحت خرید کنه. شما به سوالاتی که راجع به خرید داره جواب میدید. ضمانت بازگشت وجه دارید؟ ضمانت بازگشت وجهتون راجع به چیه؟ مردم ایران الان به همه چی شک دارن. احساس کنن یکی سر منو داره کلاه میذاره. خب الان جیب منو میزنن. خب من یه جایی شنیدم که جیب برا چون خودش راضی نباشه حتی کمیسیون میدن به صاحب یه پاساژی تو تهران. خب به این میگم بیزینسمن. حتی به فکر کمیسیون جیببر اون منطقه هم هست. من دکتر گفت مدل‌های درآمدزایی نوآور، حالا انقدر دارک نه، ولی شما مدل‌های خرید نوآور دارید که تو اون لحظه بگه من باید از شما خرید کنم؟ این سوال بعدی بود. کپاسیتی بیلدینگ، اصلا شما حق ندارید استخدام کنید تو این شرایط بقا. آخرین گزینه‌تون باید استخدام باشه. چون سازمان کار جمهوری اسلامی ایران قانونشو در زمان حکومت قبلی تصویب کرده. طبق اون قانون شما حق اخراج هیچ کسی رو ندارید. قانون اینو نمیگه ها. اونایی که تو بیزینسن میدونن که عملاً نمیتونن اخراج کنن، حتی آدمی که کار نمیکنه به زور اگر استعفا بده، مگر اینکه بعد از اون بدتر هر اتفاقی هم که تو این مملکت بیفته نمیان بگن خب بیمش با ما ترودو که نداریم تو کانادا که کرونا شد یه بودجه حمایتی داد به شرکت‌های کانادایی به خاطر اینکه اینا بستن. ما نداریم. حالا اونا هم میشن ایالت بعدی امریکا، شاید اونا هم اینو نداشته باشه، نمیدونیم. داستان این که همه شرایط عدم قطعیت دارن. ماجرا اینه که شما الان نیروی انسانی کم دارید و اساساً هزینه ثابت کسب و کار هی میخواد کاهش پیدا بکنه و اساساً هزینه متغیر چیزیه که میشه تو شرایط بقا روش حساب کرد. شما تعهدی نداشته باشی بابت پرداخت. شما میتونی ظرفیت درست بکنی برای خودت. تیمت 98% کسب و کارهای SME امریکا طبق تحقیقی که انجام شده بود حداقل از یک ابزار هوش مصنوعی در 1 سال گذشته استفاده کردن. این یعنی کپاسیتی بیلدینگ. من ظرفیت نیروی انسانی خودم رو با AI میخوام ایمپاور کنم. حالا هر ابزاری. حداقل میخوام این پیچیت منم بپیچم باش. شما چقدر دارید نوآورانه ظرفیت خودتون رو بهینه میکنید؟ یه مثال دیگه، خیلی از شرکت‌ها تو دنیا مد بود، تو ایران این قضیه دیوانگی بود. مثلا میگفتن طرف اگه کاسبه تولید کننده است مگه میشه کارخونه نداشته باشه؟ اصلا یعنی چی؟ شما کارخونه نداری، ماشینالات نداری، کارگر نداری، بعد میگی من تولید کننده‌ام؟ مگه داریم؟ نایک همین شکلی الان، میدونستید یا نه؟ نایک هیچ کارخونه‌ای نداره. همه کارخونه‌ها رنت کرده. رنته.
یعنی variable cost، نه هزینه ثابت. شما هیچ کارگری رو بهش تعهد نداره، هیچ زمینی رو بهش تعهد نداره که یه بخش زیادی از سرمایه‌اش رو ببره بزنه برای زمین. رونیکس تو ایران کارخونه‌ای نداره. آقای رامخو افتخار آشنایی و مشاوره به ایشونو داشتم و واقعا حیرت کردم. به 130 کشور دنیا داره از خارج از ایران صادر میکنه، تولید کننده، وارد کننده و بسیاری مثالهای دیگر. علی بابای چین انبار نداره. کپاسیتی بیلدینگ، شما چرا باید همه چی رو خودت انجام بدی؟ میتونی همه چی خودت انجام ندی. ما چقدر حواسمون به جامعهمون هست. من الان تو شیرازم و یه رستوران دارم. گروه موسیقی تو شیراز وجود داره که دوست داره حمایت بشه. من چقدر پیش اومده صداش کنم بیاد داخل لوکیشن من اونجا ایونت برگزار کنه. کدوم بازارچه خیریه بوده که من باهاش همکاری کردم گفتم من اصلا جزئی از این داستانم؟ اصلا چیکار کردم که پلیس من مکان من جز فروختن کالا و شوروم یه چیزی دیگه هم بشه تو ساعتایی که کسی ازش هست. جمعه که تعطیله میتونم رویداد برگزار کنم، حتی رایگان، حتی فقط هزینه‌هاشو در بیارم. کانتنت مارکتینگ، بازاریابی محتوا این نیستش که فقط شما بیایید بر فرض مثال تو اینستاگرام این کار انجام بدید. توی ایونت میتونه باشه مثل همین. چقدر به جامعه نزدیکیم. مردم کسب و کاری که به جامعه نزدیکه رو بیشتر دوست دارن. همکاری مشترک. یه تحقیقی انجام شده بود، ثابت شده کسب و کار اسمی رقیب همدیگه نیستن. اینا با هم میتونن یه کاری انجام بدن. و من اینو تو شیراز به عینه دیدم. وقتی می‌خواستیم یه ایونت بگیریم چند تا آژانس تبلیغاتی و برندینگ با ما شروع کردن کار کردن. هیچ کدوم نگفت اون یکی نباشه. دم شورشون گرم. با هم میتونن کار کنن. یه کافه میتونه با یه نونوایی کار کنه، نه؟ یه قصابی میتونه با رستوران یه محصول جدید خلق کنه، نه؟ اصلا شما میتونی مشتریاتون رو به هم دیگه معرفی بکنید. چرا ما این کار رو داریم نمی کنیم؟ 2 به اضافه 2 میشه 5، شاید 6، شاید 7، شاید 10. ولی من اگه منابع خودم رو تنهایی مصرف کنم اتفاقی نمیفته. نکته بعدی، شاید شما به عنوان یک برند با یه برند دیگه کمپین اصلا تبلیغاتی برید با هم. چرا باید شهر لوازم خانگی و شهر فرش این کارو بکنه که میگه بیا فرش رو از اینجا بخر، لوازم خانگی رو انجام بخر؟ درسته که جفتش برای یکیه، ولی این اسمش کوبرندینگ، همکاری 2 تا کسب و کار با همه. خب شما هم با یکی، فقط کسب و کارهای بزرگ نیستن که با هم قرارداد جوینت ونچر یا همکاری مشترک میتونن ببندن. شما هم میتونی با یه کسب و کار دیگه قرار بذاری ما با هم تا 1 سال توی این مواضع با هم همکاری کنیم و شراکت کنیم. یه حرف خوبی امروز یکی از عزیزان میزد، گفت شاید راضی نباشه نمیگم، میگفت یه دوستی داره، میگه یه شریکی داره کلا 99% زحمت مال منه، 1% زحمت برای شریکشه، ولی 50-50. با هم دیگه سر شام به این نتیجه رسیدیم که یه زمانی همون 1% به دادش میرسه. مثل دوست خیلی خوبی آقای روحانی میشناسه، بابک میشناسه، ما یکی از آدمای بی‌نظیر صنعت تبلیغات رو از دست دادیم، رضا حداد عزیز، و رفیقش که خیلی وقتا نبود اومد اون خیمه رو بالا نگه داشت، در حالی که خیلی وقتا نبود و اون اومد نگهش داشت در نبود اون شخصی که شریکش بوده. این فریم ورک اساساً در قلبش تعهده، در پوستش محتوا، کانال‌های ارتباطی و تبدیل فروشه و در بیرونش ظرفیت، جامعه محوری و همکاری مشترک. چیزی که من تو کل گفتگوم و چرایی کوورکه اینه که شما میتونید تو اون چیزی که بهترین هستی متمرکز بشی و مابقیش رو آوتسورس کنی. و تو پرده آخر و جمع‌بندی میخوام اینو بگم بهتون که این اساساً خیلی از کسب و کارها میخوان که با متخصص کار بکنن ولی توانایی تشخیصشو ندارن، چون فرایندی ندارن، زبان اونو
ندارن که تشخیص بدن. یه ریسرچی ما انجام دادیم سال گذشته، 15% کسب و کارها وقتی میخوان با یه متخصص حرف بزنن اصلا سواد حرف زدن با اون فردو نداره. مثلا این متخصص برنده، متخصص کسب و کاره، نمیدونه ازش چی بخواد. 35% کسب و کارها تو این ریسرچی که انجام دادیم اینجوری بود که اساساً اینها نمیدونستن که چطور باید نیازشون رو کامل منتقل کنن. میگفتن، میتونستن بگن، ولی انتظاراتشون رو ناقص منتقل میکردن. تو این 90% مابقی 15% اونجوری 35-40% اساساً فرار میکردن از جلسه گذاشتن، گفتگو کردن، نوشتن، حال نداشتن. مثلا حال نداشتن. و بعد دیدیم اینو باید چجوری حل بکنیم تو کوورک. و کل این پروسه رو ما AI بیس کردیم که آقا اگر من برم جلو چون زمانمون کمه، ما گفتیم کل این کار کردن رو باید از بریف تا تحویل کار AI بیس کنیم، پرداختمون تضمین شده باشه برای اون فرایند. یعنی من اگر پولو دادم اون کارو انجام نداد طبق فرایند مبتنی بر هوش مصنوعی که همه چی هم کل ارتباطات داوری داره میشه، من بتونم یکی این وسط وایس وسط حکمیت کنه. و موضوع سوم این که متخصصات دیگه من حداقل نشینم 45 روز مصاحبه بکنم ببینم این آدمه اصلا کننده هست کننده نیست. یکی رفته باشه چکاشو کرده باشه. شما داخل بیمارستان تخصصی میشی میپرسید این متخصص قلب و عروق از کجا فارغ التحصیل شده، چند تا بیمارش سالم موندن، میگید خب یه بیمارستان فوق تخصصی دیگه انتظار اینه که اینا رو چک کرده باشه. و کوورک همین کارو کرده. چرا؟ چون خیلی از اینا اصلا پرسنل خود ما بودن، خیلی هاشون نیروهای پروژه‌ایمون بودن، خیلی هاشون داشتن برای برندهای بزرگ کار میکردن و اصلا رزومه‌شون قطار نمیکشه ولی دوست دارن. همین شیراز، یکی از دلایلی که تو شیراز من رویداد دوست داشتم برگزار کنم این بودش که اولین پروژه هایی که ما تو این پلتفرم گرفتیم یکی از شهرهای استراتژیک ما شیراز بود و متخصصی که برای برند بزرگ کار میکرد داشت برای کسب و کار اسمی شیراز کار میکرد و چند بار این موضوع تکرار شد. و در نهایت کل این پروسه آقا الان من چک بدم بهش، قرارداد ببندم، پیش پرداخت، سفته، نه، همه چی باید با چند تا کلیک حل بشه و در پایان بتونه کل این سیستم هوشمندانه بره جلو و مدیریت خودکار داشته باشه. یعنی به من یادآوری کنه که چطوریه. من قسمت آخرش رو نشون بدم که شما میای و نمیدونی یا حال نداری یا ناقص قرار بگی، میگی من یه کافه بیکری حالا دارم، شعبه‌ش رو میخوام تو اصفهان بزنم، اینو باید میذاشتن شیراز، کم کاری کردم، من عذرخواهی میکنم، و اصفهان میخوام بزنم. خب این تشخیص میده این کار در چه حوزه‌ای انجام باید بشه. همین الان تشخیص داد این کار نیاز به یه متخصص تبلیغات و بازاریابی داره. گفتم من اصلا میخوام یه شعبه جدید بزنم تو اصفهان و کمپین تبلیغاتی دیجیتال میخواد. تو شرایط بقا که شما نمیتونید بیلبورد برید بزنید با اون هزینه‌اش، که شما تشخیص میده باید بری کمپین دیجیتال انجام بدی. از اون مهمتر آقا من نمیدونم اینو چجوری ارزیابی کنم، بهش چی بگم، اصلا گروه مخاطبم کیه، جمعیتم چیه، چی باید بهش بگم، نتایج مورد انتظارم چیه، چجوری کارو باید به من تحویل بده. تمام اینها رو کوورک اینتلیجنس، هوش مصنوعی آموزش دیده کوورک انجام میده. با چند تا کلیک میتونید همین الان برید با 3 ثانیه برسید به یه جلسه‌ای که من وقتی با اوگیلوی کار میکردم از طریق یونیلیور یا مثلا پاپلیسیس فرانسه با نسله، اون موقع یاد گرفتم که اینا یه جلسه‌ای دارن به نام دی بریف. خارجی‌ها میگن چیزی که شنیدی و بیا توی جلسه دیگه به من بگو چی شنیدی و چه سوالایی داری. ما تو 3 ثانیه به جای 2 هفته که وقتی با آژانس کار میکردن، تو 3 ثانیه میرسیم تو اون نقطه‌ای که میگیم چی شنیدیم، سوالامونم نمیپرسیم ازت، سوالامونو جواب دادیم، فقط درسته؟ حتی سوالم نمیپرسیم. میگیم فازبندیش باید اینجوری باشه و طرف میشینه میره مراحل بعدی. حتی یه جایی من اسکیپ کردم، تشخیص میده مخاطبی که تو اصفهانه قطعاً توریست هم هست، قطعاً نسل زدی هم هست، ترین شده که تشخیص بده مخاطب شما چیه وقتی داری میری توی شهر جدید. خب چه جور متخصصایی هم؟ متخصصایی هستن که
تو سطح بالایی از کسب و کار کردن، یعنی همون فوق تخصصای مغز و اعصاب و قلب و ریه و اینا که اینا کار کردن و شما اگه میخواستید استخدامشون بکنید، خب اولا که نمی اومدن از تهران متاسفانه مهاجرت کنن مگر اینکه خودشون اراده کنن، و دو اگه می اومدن هم باید یه عدد قابل توجهی بهشون میدادید. سه چرا هزینه ثابتتون رو ببرید بالا وقتی میشه هزینه متغیر مدیریت کرد کسب و کارو؟ پس کل این پروسه از نوشتن سفارش کار تا نگارش بریف تا تسهیل این قضیه بین شما و اون متخصص، همه چیش مبتنی بر هوش مصنوعیه. تمام فرایند شما با یه چت‌بات اینجا صحبت میکنید که میگی من از دست طرف شاکیم، این میره کل گفتگوهای قبلی شما رو نگاه میکنه و اگه ببینه بینتون کجا دعوا شده خودش قضاوت میکنه و میگه فلان روز اینو گفته بودی دیگه، تو اینو گفته بودی دیگه، خودت گفتی، پذیرفتی، گفتی من اینو آبی میخوام، خب اینم آبی زده دیگه، چی شاکی دیگه. و عملاً فرایند مرحله از بریف نویسی تا انتها من اینا رو میزنم. شما چه تو حوزه تولید محتوا باشه، چه تو حوزه ویدیوهای تبلیغاتی، چه تو حوزه طراحی هویت برند و هر چیز دیگه‌ای که اینا رو دارید می‌بینید، یا مشاوره کسب و کار که خیلی من این افتخار داشتم تو شیراز مشاور برند مودما بودم و ایرانیان و بی‌نظیر این برند، آقای ایواز نمیدونم اومدن نیومدن یا خانم صائمی، بی‌نظیر این برند و ما این شانس رو داشتیم که با متخصصا این رو فروشش رو چند برابر کنیم. این اتفاق اینو میخوام بهتون بگم، اینجا این رویداد اولین سفر کوورک به شکل رسمی بعد از سافت لانچش در تابستان امسال که شروع کرد به شکل غیر رسمی فعالیتش رو انجام داد، اینجا به صورت رسمی تو شیراز کلید خورد که یه دینی شیراز به گردن من داشت و من اونو دوست داشتم برگردونم، و دو اینکه اینجا تو قدردانی از یه سری آدما باید اسم ببرم که اونا خیلی مهم بودن، الان پرانتز میبندم، و در نهایت چیزی که مهمه اینه که ما بتونیم کوورک بستری باشه، چه متخصص چه سفارش دهنده، که برنده راحت بتونن کارشون رو انجام بدن. همینجوری که شما داخل اسکی، داخل علی بابا، داخل نمیدونم booking.com میری هتل تو، بیمه تو، نمیدونم هر چیزی که پای پلتفرمی میگیری سفارش میدی با چند تا کلیک، و مهم نیست اون شرکت بیمه اصلا مال اسکیه، مهم نیست اون راننده استخدام مثلا اسنپه، مهم نیست اون دکتر مثلا مال خود اسنپ دکتر، نه، چون اصلا هیچ، من الان اومدم یه ساید دیگه وایسادم، سایدی که شاید 20 سال پیش وجود نداشت، اونم اسمش پلتفرمه. همه متخصصینی که امروز تو شیراز من پیداشون کردم جواهری هم برای کوورک، و اینا اگه کسی در تهران، در تبریز، در رشت کار بخواد، حتی خارج از ایران، اینا اولین کسایی هستن که بهشون داره کار پیشنهاد داده میشه، چون کوورک سلیقه‌ای یا مثلا بر اساس نظر من به کسی کاری پیشنهاد نمیده، اون کسی که تخصص اون کارو داره و پروپوزالش و قیمتش رو از بین 3 تا متخصصی دیگه انتخاب کرده، مثل شما که یه هتل رو میخواید انتخاب کنید، مثل اینکه یه دکتر رو انتخاب کنید، دقیقاً داخل یه پلتفرمی که تجربه کردید میاد انتخاب میکنه. و جنبندی تمام کوورک تأسیس شده تا اون مدل کار کردن گذشته رو ناک آوت کنه، از صحنه بیرون کنه برای شرایط بقای ایران. و به قول انگلیسی‌ها اگه ناک آوت ورک رو سر هم بنویسی میشه کار بی‌نظیر. نه تنها ناک آوت کنه و بیرون کنه اون مدل قبلی رو، چه برای متخصص چه برای صاحب کسب و کار، بلکه حتی بتونه کار بی‌نظیر و یه تجربه بی‌نظیر رو براشون رقم بزنه. مرسی از شما که به این گفتگو و ارائه پیوستید و جزئی از این تجربه بودید.